کشیدن دیگه نیست کسی زربلی است دیگه شاهین او دیگه اش که ما معلوم است که امپراتور روز میگه امپراتور میگه خیلی که شما نزدیک کرده خداوند بره بیاره خداوند از دارو چپن بازار قوت بده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان بیننده و مخاطبان محترم، باز هم سلام به همه شما تقدیم باشه. قسمی که شما در تصویر میبینین ما لال محمد باز هم آمدیم با حاجی صاحب محمد اکبر نیازی، یکی از متنفذین و اسبدارای ولایت سمنگان، از شوقیا و از امو قومای منطقه خرم ماست که اسب دارن و از سالیان سال در کنار اسبدارای ما و بایای ولایت سمنگان قرار دارن و اسبای خوب میارن و در اختیار چاپندازا قرار میتن. و امروز آمدیم که با آقای صاحب نیازی یک صحبت کنیم که چند اسب دارند و از کجا اسبازی و بزکشی و چاپندازی را شروع کردن، خودشان هم پهلوان بودن یا خیر. من کم کم شنیدم مقصد خودشان هم چاپندازی میکردن، یکی در کدام سال میکردن من نمیفهمم، از زبان خودشان میشنم. آقای صاحب سلام علیکم. و علیکم. جان قند خوب هستی؟ بخیر هستی؟ چه حال داری؟ سلامت باشین. بسیار خوشحال هستم که در کنار شما هستیم و بازم تبریک باشه که این بخیر وقت اسب و اسبازی و بزکشی باز آمد. خیر ببینید ما هم زیاد خوش شدیم که شما زحمت کشیدید، اول ما را گرفتین. شما که قبلا هم در بزکشی ها بودین، ما شما را بچه خوبی هستین. از داری ما از پدر ما از داری داشتیم و دایما پدر ما از داشت. بعد از اینکه پدرم به رضای خدا فوت کرد تا همین لحظه ما از داری خدا داریم در پهلوی از دارای سمنگان به خاطر یک شوق و علاقه مردم در بزکشی که مردم همکار هستیم. این اسبا هم که میبینی یکیش به نام اسب بلول میگن و نامش امپراتور نام ماندیم، دیگهش اسب سمند شیر است که یک اسب داشتم به نام شیر، نام امور سری ماندیم به خاطر که نام امور گم نشوه. اسب دیگه ما جیران است که شاهین میگن که در بزکشی زربلی پهلوان سوار میشه، یک اسب بسیار با غیرت با شهامت است. این اسبی که چی میگم شاهین میگم این وطنی است. او دو اسب دیگه که هست اسبای خارجی به حساب قرقیز میگن چی میگن امی اسپاس. ما از شما هم خوش شدم که در زحمت کشید آمدین. دیگه سمنگانی ها که هست یک ولایت خودم که هست در حساب بزکشی و یک شوق و علاقه مردم زیاد تلاش دارند. ما هم گرچه خود ما قبلا که جوان بودم تا پیش از انقلاب در خرم که بودیم چپندازی هم میکردم، قبلگام زنده بود، از داری هم میکردیم. بعد از اون که سمنگان آمدیم کمک سوار شدیم دیگه چپنداز داریم که زربلی پهلوان است، شوق داریم. با یک بچه به نام حاجی آصف نیازی که فعلا در عربستان سعودی است، یادش بخیر، او زیاد شوق داره. او که پدر شوق داشت که من هم شوق پیدا کنم و هم شوق پیدا کرده که در پهلوی از دارا از گرفته و یک 4 سبا به خاطر یک شوق علاقه مردم این بزکشی کنه، یک رسم و عنعنات و یک ورزش ملی دیگه. با همین رابطه ما پهلوی اینا هستیم که همین مردم سمنگان نگوان که اینا اسب ندارن، پدرشون اسب داشت اینا اسب ندارن. ما تعقیب کردیم هم گپاره. خدا شما را خیر بده. آقای صاحب درباره اسب شیر گفتین، کدام اسب خوب بود؟ در کدام دورانا بود؟ کدام اسب نامی بود؟ بله پیش از انقلاب در اوایل انقلاب یک اسب به نام اسب شیر داشتیم که واقعا از شیر بود دیگه. رنگ اسب جیران ما را داشت، بسیار زیاد اسب خوبی بود که در خرم که اونجا مردم زیاد اسب داشت، زیاد مردم شوق داشت، اونجا بزکشی خوب میکرد. بعد از او اسب شرایط انقلاب و اسب دوره خود طی کرد و رشت گرفته رفت. بعد از او دیگه اسبا داشتیم به نام اسب سرخون بود و به نام اسب جیران بود و به نام اسب سما چی بود مگسی میگم، یک قسم اسبای سرخون مگسی از او اسبا داشتیم. باز که سمنگان هم که اسب گرفتیم، یک اسب داشتیم با در رویداد یک دوست ما برد، یک اسب دیگر از آژیواد گرفتیم دیگه دوست ما برد. فعلا نمی اسباست که 2 سال میشه یه اسب سمند ما گرفته بچه ما آورده از قرقیز و 3 سال میشه یه اسب امپراتور آورده. اسب شاهین 4 سال میشه که میجه هست، از اون پیش اسبای دیگه بود در پهلوی از دارا میجه هستن. یک ساعتیری در مردم شوه بچهای ما هم یک بچه من پیشتر هم گفتم شوقی است در پهلوی از دارا یک 4 روزه یک ساعتیری مردم شوه گفته استادگری میکنیم و خوش هستیم از مردم ما از دارا از چپندازا
واقعا در شهر خودم که هست یک شوق علاقه خوبی دارند. زیاد پهلوانای خوبی داریم، خداوند اینا را خیر بده. از دارای خوبی داریم، مردمای نیک هستند، مردمای بسیار سنگین هستند، اجتماعی هستند. ما تماما از دارا و چپاندازای سمنگان جاد نهایت خوش هستم. این بزکشی کدام صحنهش برای شما خوشایند است؟ میرین اشتراک میکنین، میشینین در مجلس بزکشی در میدان، اما کدام صحنه برای شما بسیار خوشایند است؟ اسب خودتان بز بگیره یا اسب دیگه بایا بز بگیره؟ اما موقعیتی که بسیار برای شما احساس خوشی میده. احساس خوشی ما میز که میمونایی که از بیرون میگه هر اسب سمنگانی ها که میگیره چی در سمنگان چی در دیگه ولایت من زیاد خوش میشم که اسب من باشه، اسب دیگه سمنگان هم که باشه من زیاد دایی خوش میشم که یک نام نیک سمنگان در هر جای. یک دو دوره هم که کابل رفتن افتخار خوبی کمایی کردن. خداوند ما دعا میکنم که در دوره بعدی هم خداوند اینا را موافقت نصیب ها شود. اینطور نبوده که ما یک اسب خودم بگیرم خوشم، هر اسب سمنگانی که در جای چی در ولایت داخل ولایت چی بیرون ولایت که چهار تا میمونی که به حساب سیل و ساعتیری میره خوش میرن خوش میشم. مردم هم نام خدا بسیار شوق دارن، انس دارن و بزکشی. یعنی هر روز پرسان میکنه میگه که محمد صاحب بزکشی کی شروع میشه، بزکشی کی شروع میشه. میگم ما منتظر هستیم. چی شوق داره این بزکشی حاجی بابا؟ شوق شمیز که از این جمعه تا این جمعه مردم که خسته میشه دیگه سمنگان تو یک جای ورزش و جای سیلجا و جایی که مردم یک چهار تا طفلان میبینی تو طفلک آمده از خوشی استاد شدن. امروز جمعه که میرن بعد از نماز جمعه که میرن یک پنجه که استاد میشن ساعتشون تیر میشه مردم معمولا خوش میشن از بزکشی میان. یک بازی است که غریب و طفل و جوان همگی میرن، کدام مصرف ندارند، کدام دوج کس کدام تیکت میکت نمیکنه، آزاد میرن میشینن سیل خودم میکنن، اما تو تابخوش طرف خانهشان میان. مصرف شما میکنید؟ مصرفش از دارا میکنه، بایا میکنه. دیگه دوستایم که دوج میرن از خارج داخل به حساب تشویق چپاندازا و هم کمک خودم میکنن. ما از برادرای مسافری خارج هم کسان زیاد نهایت خوش هستیم. اما وقت همکاری خود کردن چی دلیک چی در بزکشی‌های روزهای جمعه ما که در شهر دولت ما میشه زیاد مردم همکار هستند، خوش هستند. خدا واره خیر بده که دائم کمکشون دماش برسه. خداوند شما را عزت بده. شما بایا را در پهلوی شما استادگی میکنن و شما هم در پهلوی اونها استادگی میکنین، اسب میارین، پیسه مصرف میکنین. اینمی شوق شما در سمنگان ترویج دادین، روز به روز بزکشی شوقش بالا میره. اینمی عزت سمنگان شما بایای ولایت سمنگان هستین که اسب میارین در اختیار چاپاندازا قرار میتین، مصرف میکنین، دیگرها سیل میکنن. ما زیاد خوش هستیم که همین مردم خوش شوند. چهار پی که مصرف میشه خیر میگم در مردم یک ساعتی و یک ورزش سمنگان دیگه چیز دارن. چهار تا اسب و چهار تا پداز است. مردم یک سیل خودم میکنن، ساعتی خودم میکنن، پس طرف خانه میان. خداوند همه دوستا رو داشته باشن، از دارا را چی دوستایی که کمک میکنن خداوند اونا رو خیر بده. از شما زیاد خوش شدم که امروز خبر ما را گرفتین، احوال ما را گرفتین. ما کل ریسیویشن دوره ما تیر شد. خداوند بچه‌ها را قوت بده که همیشه وقت در پهلوی از دارا و پهلوی چپاندازا استادگی کنند. خب مردم هم مرا نمیمانه، مردم مسیج میکنه محمد صاحب میگه بایا امسال چطور اسب آوردن نآورد، یک احوال شبیه که بزکشی کی شروع میشه. باز مجبور هستم که ما میایم یک احوال شما را میگیریم و شما هم بایا خیر بینه که حداقل ما را حمایت میکنه و در پهلوی شما هستیم و اونا هم در پهلوی ما هستن. خیر ببینن امسال سمنگان یک تا اسبای دیگر هم آوردن. واقعا مردم یک شوق علاقه هم که دارن، یک تا اسبای دیگر هم که آوردن در سمنگان بخیر یک 20 روز یا 25 روز بعد بخیر بزکشی هم شروع میشه. باز ساعتیری تفلک‌ها و مردم میشه، ما هم خوش میشیم. ساعتیری و تبخوشی مردم در مردم یک شوق علاقه ولی که مردم طرف قرشواق میدوند، طرف قرشواق میدن جات بزکشی و میدان ورزش شما دشت قرشواق خوب جای است، بسیار جای خوبی است. یک کمی مشکل داره که صفه نداره، دیگه هم به گپاش خوب است. ان شاء الله خوب میشه. جای شتن نفر نیست ان شاء الله. بخیر با عزت باشین. خیلی خوش شدم که یک چند لحظه وقت شما را گرفتم. ما هم زیاد خوش شدم. خداوند شما را خیر بده که اول ما را گرفتین. خداوند شما را در پناه سخت خود نگاه کنه. همیشه ما از تو خوش هستیم. در روزهای بزکشی در مردم یک زحمت و تلاش خدا میکنی، مردم از پیش خود خوش است. قربانتان. خیر تشکر. خب عزیزان بیننده، صحبت‌های جالب و شنیدنی آقای صاحب محمد اکبر نیازی در ولایت سمنگان از جمله اسبدارا و متنفذین بزرگ در سمنگان هست که اسب دارن، بین مردم هم عزت دارن، در اجماع اجتماعی در کنار قوم و مردم ولایت سمنگان هست. خیلی خوشحال شدیم که امروز پای صحبت‌های اینا هم نشستیم و شما هم دیدین. تا برنامه و تا گزارشات بعد که من محمد محمدی باز هم در خدمت شما از آن قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتان نره. خداوند یار مددگارتان.